سلام، صبحتون بخیر. با قیافه اول صبحی من تازه بیدار شدم، دوش گرفتم، موهامو خوش کردم، صورتم افتضاح پفه و پوستم در افتضاح ترین حالت ممکنه. کلا جوش زدم. خلاصه که امروز یک روز پر از شلوغ در پیش داریم. امروز آخرین روزی که گنبدم، فردا برمیگردم خونم. برای همین همه کارامو گذاشته بودم روز آخر. دیفت ابرو، اکستنشن مژه و ترمیم البته و یه ضبط حضوری هم دارم. پس تا آخر این ولاگ رو هم باشید، برید ببینیم که یک روز من چطور میگذره. البته اول میخوایم با یه صبحونه مشتی شروع کنیم. از اونجایی که به خواهرم قول صبحونه داده بودم، اول از همه حرکت کردیم سمت اون کافه همیشگی. با اینکه از خونمون خیلی دوره، ولی چون عاشق املتاشیم، اصلا یه مزه خاصی داره. حرکت کردیم اونجا، رسیدیم ولی دیدیم که خود اون خانومه نیست و پسرش. بهمون گفت که مامام رفته نون بیاره، اگه عجله ندارید که منتظر بمونید. ما هم که خب عجله نداشتیم، گفتیم هیچ مشکلی نیست، فقط املتای مامانت باشه. یعنی چی؟ یعنی خودت آشپزی نکن. بعد اینکه صبحونمون رو خوردیم، با تنا گفتم که برای خوردن قهوه بریم یه جای دیگه. به انتخابت سا اومدیم اینجا. این تخته بازی کنیم؟ بیا تا قهوه‌مون آماده بشه. خب بیایم که تخته بازی کنیم. از یه شخصیتم که اصلا خوشم نمیاد و اطرافیانم هم خوششون نمیاد بخوام بگم اینه که من جنبه باختو ندارم. بعد توی همچین بازی‌های خیلی عصبی میشم، اعصابم خورد میشه. اینجا مشخصه دیگه کی برنده شد. از قیافم آخر ویدیو دقت کنید. یعنی اگه بدونم دارم خودم باخت میدم، میگم بازی رو تموم کنیم، ولش کن، نمیخواد. نمیدونم چرا همین شخصیت دارم، اصلا خوب نیست. به تعریف آسنا اومده بودیم اینجا، گفته بود که قهوه‌اش خیلی خوشمزه است و ارزونه. منم آیس لته سفارش دادم که انقدر شیرش زیاد بود، قهوه‌اش کم بود که مجبور شدم دوباره قهوه سفارش بدم خودم اضافه کنم. یعنی دوباره خرجی شد در اصل، ولی با این وجود بازم خوشمزه نشد. اینم از شانس مایه. خب آتنا رسیدم خونه، شلوارم عوض کردم و حرکت کردم سمت سالن برای ترمیم مژه‌هام و لیفت ابرو. قراره که 2 ساعت فقط چشامو ببندم. این مرحله خیلی خسته کننده است، ولی خب آخرشه که قشنگه. اشتباه اومدم. اگه براتون سواله که چرا سوار آسانسور نمیشم، چون که من از آسانسور میترسم و ترجیح میدم که با پله برم بالا. با اینکه خیلی سخته ولی خب میترسم، چیکار کنم. خیلی کم پیش من سوار آسانسور بشم. من کار کنم. آره
ناخن ندارم فقط در حد 10 ثانیه. چقدر داغون شده. صورتم داغون شده به خاطر تابستونم. دقیقا همون جمله‌ای که میگنم 1600 تومن پول موجه و ابرو دادم و الان تو این گرما دارم پیاده برمیگردم خونه. چرا؟ چون که حیفم میاد 50 تومن پول اسنپ بدم. کار کنم حیفم میاد. خیلی هم دیرم شده، ساعت 4 هم باید برم برای ضبط حضوری که الان ساعت 10 دقیقه به 3. من باید برم خونه نهار بخورم، دوش بگیرم، میکاپ کنم، آماده بشم، برم برای ضبط. میرسم دیگه. بالاخره خونه رسیدم. سر برم زیر دوش و درود بر خانه، دوش آب سر، لباس گشاد نخی، موی گوجه‌ای. Yine aşkın kimin canak taşına Amerika'da macera peşinde. Bir bakıyorsunuz yine aşkın. تو این گرمای گنبد، تو این گرمای تابستون این که باید میکاپ کنم خیلی عذابم میده، ولی چاره ای نیست. باید کرم بزنم. دارم میرم برای ضبط و اینکه پوستم امروز خیلی افتضاحه، نمیدونم چرا. داغون ترین حالت ممکنشه. زیاد زدم. خب میکاپم الان کامل شد. حالا رسیدیم به بخش تنظیم آنا. اگه براتون سواله که این چیه، این آنا هستش که همون کلاهه. ما زنای ترکمن بعد متأهل شدن به نشونه تأهل این کلاه رو میذارم روی سرمون وقتی که قراره مثلا لباس ترکمنی بپوشیم زیر روسریمون که بهش میگن چارقد. اونم جلوتر بهتون نشون میدم. خب اینم که اینجوری تنظیم میشه. البته مثلا مامانمون اینا که اصلا اینجوری تنظیم نمیکنن، حرفه‌ای شدن، خودش وای میسته. ولی خب من به عنوان تازه عروس بلد نیستم نگه دارم. اینجوری سنجاق میزنم دیگه، زیر 4 قدم تکون نمیخوره. کی اومد؟ مامانم که میخوام اینجوری بذارم. بچه خیلی استرس دارم. راستش اولین باره که با لباس ترکمنی و آنا و 4 قد قرار برم برای ضبط تبلیغ. اگه به من بود که با همون شومیز و شلوار میرفتم، ولی چون کارفرما درخواست کرد مجبورم دیگه. بعد اینکه بین 2 تا لباس موندم، نمیدونم کدومو بپوشم. خب بچه این همون کت دامنیه که بهتون گفتم یه بارم بپوشم نشون بدم. اینم 4 قدش که قشنگ ست باهاش، خیلی شیکه ها، خیلی هم با کلاس رسمی طوره. حالا ببینم اون یکی هم بپوشم بیام نشونتون بدم. و اینم اون یکی لباسم که قشنگ سنتیه،
یک سره است و خیلی هم راحته. رنگش هم ساده. حتی من اینو میخوام بپوشم. با این خیلی راحت ترم. 4 قدم که اینو دارم از روش. فکر میکنم این خیلی مناسب تره. ولی آناقم باید عوض کنم. چیز بذارم، سنتی در بذارم. این خیلی مجلسیه. ببینید ولی 4 قدم اصلا بهش نمیاد. سلام. نه اینجوری قشنگه. آره اینجوری میذارم 4 قدم موقع زد. من برم سر اتوش بکشم که میخوام همینا بپوشم دیگه. تصمیم گرفتم. خب من آماده شدم. استایل خوشگلم آماده شدم. اینم از استایل نهایی. سریع آبجی کوچیک که برام قهوه درست کرد که شارژ بشم برم. قهوه‌مون رو بخوریم و بریم به سوی ضبط. دو سه. اینقدر که اینجا تنوع دکور و یک دو اینقدر که اینجا تنوع دکور و درخچه‌هاشون زیاده امکان نداری بیا اینجا و دست خالی برگردی. شما فقط این همه زیبایی رو ببینی. و بالاخره بعد 1 ساعت خورده ضبط تموم شد. خوشحال و پر انرژی برگشتم سمت خونه که یکم استراحت کنم. دوباره آماده شم شب با دوستام و خواهرام بریم بیرون. و بالاخره تموم کارام تموم شد. دیگه دارم شب آخر رو با خواهرام و دوستام میریم تیشاپ معروف گنبد بریم. یعنی آخرش خیلی خسته شدم امروز. همش بادو بودم. البته تا باشه از این بادو ها. و اومدیم تیشاپ. بعد از ماها من دارم شب میام. فکر کنم آخرین بار قبل از این که شب اومدم تیشاپ. اکثرا دیگه میایم صبحانه. آقا من عاشق این چیز کردم. فقط یه دونه مونده بود که سریع گرفتمش. خیلی خوشمزه. من سفارش داشتم. Fatih düşürmeyen çan YouTube'da koyayım. Şeydi bak bak. Hadi. Renkini doldur. Sisi bu ne? Buna böyle de bu. Böyle var. İçine yırttı ya. Şans ندارم. نه از اون استافه سرسوقی نه. و امروز منم اینجوری گذشت. اگه این ولاگم رو دوست داشتید و به این نوع سبک ولاگ‌ها علاقه دارید ممنون میشم برام کامنت بذارید، لایک کنید و کانالمو سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.